من نمیدونم اومدم خواستگاری 2 نفر رو گرفتم. جانم بابا جا نداری راه بری توی خونه؟ نه یه خونه بزرگتر باید بگیری. اصلا همینجوری راه میری میخوری به دایی. باش خدات هم باشه. نمیخوام از خودم نیست آقا نمیخوام ببینم. مهریه‌مون رو بده بریم. مهریه‌مون رو بده بریم دیگه. من هر جا برم خواهرم با خودم میبرم. بابا آخه جا نیست اصلا تو این خونه بخوام بذارم اینجا باید. خب یه خونه بزرگتر میگرفتیم اگه من ببخشید علی جان دیگه تکرار نشه. پولم در همین حد دیگه تکرار نشه. چیکار کنم؟ قرض می‌کردی وام می‌گرفتی. یه ذره شما تو این خونه داری زندگی می‌کنید شما خرج کن. دیگه چی؟ یعنی تو بگیری بچهش باره تو باشه خرجشو من بدم. اگر میذاری من زن بگیرم بیام تو این خونه زندگی کنم یه دونه از اتاقا رو بردارم باز کنار میام. ایشالله برادر زن داشته باشی. من از خدامه برادر زن داشته باشم. برادر زن عین خودت. به قرآن از خدامه. چشاتو واکنی اینجا صورت برادر زن باشه. خیلی قشنگه. میخواد بخوابی هم همینجوری بغلت باشه. بعد درازم باشه عین خودت جا بگیره یعنی یکی بخر 2 تا ببره دیگه. تو